به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا، شیرین و قدیمی شروع میکنیم. حال درمانی با دستهای شفابخش، نویسنده باربارا آن برنن و مترجم آقای مهیار جلالیانی هستند. اثری بی‌نظیر در هنر شفاگری از طریق حوزه انرژی انسان همراه با ده‌ها تصاویر رنگی و سیاه و سفید. این کتاب در سال 1377 توسط ناشر دنیای کتاب در تهران به چاپ اولش رسیده و من اطلاعی ندارم که آیا چاپ جدید هم داره یا نه. برداشتی نوین از مفهوم تندرستی، مناسبات و بیماری‌های انسان. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا و بسیار کاربردی رو با همدیگه کشفش کنیم. تقدیم به همه کسانی که در راه سفر به خانه اند. عشق، سیما و کالبد گیتی، تار و پود عالم و عنصر اولیه سازنده ماست. عشق تجربه کمال و اتصال به الوهیت هستی است. همه رنج‌ها محصول توقعی به نام جدایی هستند، توهمی که مولد ترس و نفرت از خویشتن بوده نهایتاً مسبب بیماری می‌گردد. شما ارباب زندگی خویش هستید. توانایی شما از آنچه می‌پندارید بسی فراتر است. معالجه بیماری‌های مرگ‌آفرین توسط خودتان بخشی از این توانایی هاست. تنها بیماری لاعلاج غفلت از خویش است. از سوی دیگر انسان به هیچ وجه موجودی میران نیست، زیرا مرگ همان معبری است به سوی سایر مراتب هستی. از شما می‌خواهم از قالب‌های محدود معمول خویش گامی فراتر برداشته خود را با نگاهی متفاوت نظاره کنید. از شما می‌خواهم روی لبه باریک زمان زندگی کنید و هر لحظه در حیاتی نوین متولد شوید. و بالاخره از شما می‌خواهم نگذارید تجربه زیستن به واسطه ظواهر غبارآلود گردد. خب نوشته کوچکی از مترجم هستش که من برای شما نمیخونم. بعد مقدمه هستش از دکتر جان پیراکس، مؤسس انرژی درمانی کور در نیویورک هستش که این هم برای شما نمیخونم، فقط یک مختصر چند خطی درباره نویسنده براتون میخونم. باربارا برنن، شفاگر، روانپزشک و دانشمند معاصر، پس از طی کردن دوره کارشناسی ارشد در رشته فیزیک جوی از دانشگاه ویسکانسین در مقام محقق در سازمان ناسا و مرکز فضایی گودارد به فعالیت پرداخت. در طی 15 سال گذشته او به مطالعه و بررسی حوزه انرژی انسان و اجرای طرح‌های تحقیقاتی در دانشگاه درکسل و مؤسسه عصر جدید مشغول بوده است. باربارا در زمینه انرژی درمانی در مؤسسه تن و روان، مجمع هولپرسن و مرکز انرژی درمانی کور در مؤسسه عصر جدید تعلیم دید. علاوه بر این وی شیوه‌های درمانی به کار رفته در امریکا و بومیان این سرزمین سرخپوستان را مطالعه نمود. باربارا در حال حاضر دست اندر کار آموزش رشته‌های مختلف و برپایی کارگاه‌های عملی در زمینه حوزه انرژی انسان، شفاگری و شیوه مجراگری است. او در بسیاری از نقاط ایالات متحده، کانادا و اروپا کارگاه‌های آموزشی دایر کرده است. مطب شخصی او در ایست همپتون نیویورک قرار دارد. وی عضو مجمع پرسبورگ در نیویورک می باشد. خب فصل‌ها رو با هم شروع می کنیم. زندگی در سیاره‌ای از جنس انرژی، بخش اول. من معتقدم که اعتقاد به مذهبی عالمگیر می تواند نیرومندترین و شرافتمندانه‌ترین انگیزه تحقیقات علمی باشد. آلبرت انیشتین. تجربه شفابخشی.
طی سالیانی که به شفاگری پرداخته‌ام از امتیاز همکاری با افرادی دوست داشتنی برخوردار بودم. در اینجا مایلم نام چند تن از آنان را ذکر کرده ماجرایشان را نقل کنم. اینان کسانی هستند که لحظه‌های زندگی هر شفاگر را اینچنین ثمربخش می‌کنند. روزی از روزهای ماه اکتبر سال 1984 نخستین بیمار من خانمی بود به نام جنی که در آن هنگام حدوداً 30 ساله بود. او معلمی سرزنده و بانشاط است. قدش حدود 168 سانتی متر و دارای چشمان درشت آبی و موی سیاه است. جنی نزد دوستان خود به بانوی ارغوانی شهرت دارد زیرا عاشق این رنگ است و همیشه لباس ارغوانی به تن می کند. در ضمن او به طور نیمه وقت به کار گلفروشی مشغول است و برای عروسی ها و سایر مناسبت ها دسته گل های بسیار زیبایی درست می کند. در آن زمان از ازدواجش با مردی موفق که به کار تبلیغات اشتغال داشت چند سال می گذشت. چند ماه قبل از آن روز جنی سقط جنین کرده بود و به همین دلیل قادر نبود دوباره باردار شود. هنگامی که برای یافتن علت این ناتوانی به پزشک مراجعه کرد خبر بدی را دریافت نمود. پزشک او پس از آزمایش‌های بسیار و مشاوره با چند پزشک دیگر به این نتیجه رسیده بود که رحم او هرچه زودتر باید مورد جراحی قرار گیرد. در محلی که قبلا جفت قرار داشت سلول‌های غیر طبیعی به وجود آمده بود. او وحشت زده و پریشان بود. جنی و همسرش تصمیم داشتند که وقتی از نظر مالی وضعیت مناسبی یافتند صاحب فرزند شوند، ولی اکنون به نظر می رسید در این مورد بختی وجود ندارد. در ماه آگوست همان سال وقتی جنی برای اولین بار به نزد من آمد در مورد سابقه پزشکیش به هیچ وجه صحبتی نکرد. فقط گفت من به کمک شما نیازمندم. بگویید در بدن من چه می بینید؟ باید تصمیم مهمی اتخاذ کنم. در طول جلسه درمان حوزه انرژی حالی او را به دقت مورد بررسی قرار دادم. با بهره بردن از حس برتر خود که آن را HSP مینامم در پایین و در سمت چپ رحم او تعدادی سلول‌های غیرعادی دیدم. در این حال وضعیت اطراف محل سقط جنین را بررسی کردم. سلول‌های غیرعادی در محلی بودند که قبلا جفت به آن چسبیده بود. همچنین کلماتی را شنیدم که وضع بیمار را توصیف و راه چاره را گوشزد می‌کرد. آنچه شنیدم این بود که جنی میبایست 1 ماه مرخصی گرفته به ساحل اقیانوس برود و ویتامین‌های به خصوصی را مصرف کند، رژیم مخصوصی بگیرد و هر روز به مدیتیشن بپردازد و حداقل روزی 2 ساعت تنها باشد. آنگاه پس از 1 ماه دوره درمانی باید به پزشکان مراجعه کند و مجدداً مورد آزمایش قرار گیرد. به من گفته شد که درمان کامل شده و نیازی به مراجعه او به من نخواهد بود. در خلال شفادهی در مورد رفتارهای روانی او و اینکه چگونه این رفتارها قابلیت خود درمانی را از او سلب کردند اطلاعاتی دریافت کردم. او خود را به خاطر سقط جنین سرزنش می‌کرد. در نتیجه فشار عصبی بی‌دلیلی را بر خود روا می‌داشت و از به کار افتادن مکانیزم خوددرمانی در بدنش پس از سقط جنین جلوگیری می‌نمود. به من گفته شد و این بخش دشوار ماجراست که او حداقل به مدت 1 ماه نباید به پزشک دیگری مراجعه کند، زیرا تشخیص‌های مختلف و فشارهایی که از سوی پزشکان برای عمل رحم او به او وارد می‌آمد بر شدت فشارهای عصبی وی می‌افزود. او دلشکسته بود، زیرا با تمام وجود خواهان فرزند بود. وقتی مطب مرا ترک می‌کرد تا حدی آرام شده بود و می‌گفت در مورد هر آنچه که در جلسه درمان رخ داده بود فکر خواهد کرد. در ماه اکتبر وقتی که جنی بازگشت اولین کار او در آغوش گرفتن من و خواندن شعر زیبایی در تشکر از من بود. نتیجه آزمایش‌های پزشکیش طبیعی بودند. در طول ماه آگوست او از فرزندان دوستانش در فایرلند مراقبت کرده بود. رژیمش را حفظ کرده، ویتامین‌ها را مصرف نموده و مقدار قابل توجهی از اوقات خود را صرف خوددرمانی کرده بود.
او تصمیم گرفته بود چند ماه دیگر صبر کرده آنگاه مجددا باردار شود. 1 سال بعد شنیدم که جنی پسر سالمی به دنیا آورد. دومین بیمار من در آن روز ماه اکتبر هوارد بود. او پدر مری بود که من چندی قبل او را معالجه کرده بودم. مری دچار عفونت درجه 3 مدخل رحم بود، مرحله مقدماتی سرطان، و طی 6 جلسه درمانی بهبود یافته بود. اکنون چند سال است که نتایج آزمایش‌های انجام شده در مورد او طبیعی هستند. مری که خود پرستار است، عهدهدار مدیریت یکی از مراکز تربیت پرستار میباشد که خود آن را تأسیس نموده و در آنجا پرستاران را با مهارت‌های نوین آموزش داده. آنان را به بیمارستان‌های مختلف فیلادلفیا گسیل می‌دارد. او به کار من علاقه‌مند شده. به طور مرتب بیمارانی را به من معرفی می‌کند. هوارد چند ماه بود که نزد من می‌آمد. او قبلا کارگر بود ولی اکنون بازنشسته شده است. وی فردی است دوست داشتنی و کار کردن با او بسیار مطلوب است. هنگامی که نخستین بار به نزد من آمد رنگ چهره‌اش کبود بود و مدام از درد قلب رنج می‌برد و حتی برای رفتن از یک سوی اتاق به سوی دیگر خسته می‌شد. پس از اولین جلسه درمان رنگ چهره‌اش به سرخی گراییده بود و دردش از میان رفته بود. او پس از 2 ماه درمان هفتگی قادر بود برقصد. با همکاری من و مری و با تلفیق درمان هوارد با معالجه به وسیله داروهای گیاهی که نسخه آن را پزشکی متخصص در این زمینه تجویز می‌کرد، شریان‌های او از رسوبات پاک شد. در آن ایام من به تقویت و ایجاد توازن در حوزه انرژی او می‌پرداختم. پیشرفت او در بهبودی برای پزشکان و دوستانش امری بارز بود. یکی دیگر از بیمارانم در آن روز اد بود. او به خاطر درد مچ به نزد من آمد. مفصل‌های بازو و مچ دست او مدام ضعیف‌تر می‌شد. او در عین حال هنگام آمیزش درد می‌کشید. مدت زیادی بود که در کمرش احساس ضعف می‌نمود و اکنون این ضعف چنان پیشروی کرده بود که حتی قادر به حمل چند بشقاب نبود. در اولین جلسه درمان در حالی او مشاهده کردم که استخوان دنبالچه او در انتهای ستون فقرات در سن 12 سالگی صدمه دیده است. یعنی زمانی که در رابطه با احساسات جنسی دوران بلوغ مشکلات فراوانی داشت، سانحه فوق این عواطف را تحلیل برده. در نتیجه تحمل دشواری‌ها برای او آسان‌تر شد. دنبالچه او له شده به سمت چپ متمایل شده بود. در نتیجه قادر به حرکت در مسیر عادی و کمک به حرکت مایع نخاعی در مسیر طبیعی خود نبود. این امر موجب عدم تعادل و ناتوانی شدیدی در کل سیستم انرژی او گشته بود. قدم بعدی در سیر این روند انحطاطی ضعف قسمت پایین کمر او، سپس بخش میانی و نهایتاً قسمت فوقانی آن بود. هر بار که او از فقدان انرژی در بخشی از بدن خود احساس سستی و ضعف می‌کرد، قسمت دیگری از جسمش جهت جبران این ضعف تلاش می‌نمود. ابتدا کشیدگی مفرطی در مفاصل بازوانش به وجود آمد و در نهایت این مفاصل تسلیم شده ضعیف گشتند. تمام این روند ضعف و سستی سالها به طول انجامید. در طی چندین ماه من و اد در روند درمانی موفقیت آمیزی همکاری کردیم. در ابتدا روی جریان یافتن انرژی برای ترمیم لهیدگی دنبالچه، قرار دادن آن در جای خود و تقویت و تعادل بخشیدن به انرژی در کل سیستم جسمی او کار کردیم. به تدریج تمام قوای او بازگشته بود. آن روز بعد از ظهر تنها نشانه باقی مانده از بیماری کمی ضعف در مچ چپ او بود. اما پیش از آن که به آن بپردازم، مجددا تمام حوزه انرژی او را به حالت تعادل درآوردم و تقویت نمودم. سپس مدتی به طور اختصاصی به جریان انداختن انرژی در مچ او پرداختم. آخرین بیمار من در آن روز موریل، هنرمند و همسر جراحی مشهور بود. این سومین قرار ملاقات ما بود. 3 هفته قبل او با تیروئیدی بسیار بزرگ به مطب من آمده بود. در اولین ملاقات بار دیگر از حس برتر HSP خود استفاده کردم تا درباره وضعیت او اطلاعاتی کسب کنم.
عامل رشد تیروئید سرطان نبود. معلوم شد که تورم غده در 2 جلسه شفا همراه با داروی پزشکان ناپدید می شود. بنابراین عمل جراحی ضرورتی نداشت. او می گفت که به پزشکان مراجعه کرده و آنان برای تحلیل تیروئید دارو تجویز کرده و معتقدند که در هر حال عمل جراحی ضروری است. به اعتقاد آنان حتی احتمال سرطان نیز وجود داشت. 1 هفته پس از دومین ملاقات ما روز جراحی بود. در مدتی که تا جراحی باقی مانده بود 2 جلسه دیگر نیز به شفای او پرداختم. در روز جراحی پزشکان از اینکه جراحی ضرورتی نداشت شگفت زده شدند. وی همان روز برای اطمینان از اینکه همه چیز مرتب است به من مراجعه کرد. هیچ مشکلی وجود نداشت. این وقایع که به معجزه بی‌شباهت نیستند چگونه رخ می‌دهند؟ من برای کمک به این افراد چه کاری انجام می‌دهم؟ روشی که من به کار می‌برم دست کشیدن، شفای ایمانی یا درمان معنوی نام دارد و به هیچ وجه روشی اسرارآمیز نیست، بلکه بسیار ساده است، اگرچه بسیاری از اوقات خیلی پیچیده به نظر می‌رسد. این روشی است که با ایجاد تعادل در حوزه انرژی که من آن را حوزه انرژی انسان می‌خوانم سر و کار دارد. حوزه‌ای که در اطراف هر یک از ما وجود دارد. هر کسی صاحب حوزه انرژی یا حاله‌ای است که جسم او را احاطه کرده و در آن نفوذ می‌کند. این حوزه انرژی با سلامتی فرد رابطه‌ای تنگاتنگ دارد. تشخیص به واسطه حس برتر روشی برای درک چیزهای برتر از محدوده حواس انسانی است. به واسطه آن فرد قادر به دیدن، شنیدن، استشمام، چشیدن و لمس چیزهایی می‌گردد که به طور عادی قابل درک نیستند. حس برتر نوعی دیدن است که طی آن شما تصویری را بدون استفاده از قدرت عادی بینایی در ذهن خود درک می‌کنید. این تصویری تخیلی نیست. گاهی این قابلیت به روشنبینی نسبت داده می‌شود. حس برتر جهان فعال حوزه‌های انرژی سیال حیات را آشکار می‌سازد. حوزه‌هایی که در یکدیگر تأثیر گذارده در اطراف و درون همه چیز وجود دارند. در طی سالیان عمرم اکثر اوقات با دریای زنده هستی که همه در آن غوطه بریم سرخوش بودم. در خلال این اوقات خوش دریافتم که این انرژی از ما حمایت می‌کند. ما را تغذیه نموده به ما هستی می‌بخشد. به واسطه آن یکدیگر را حس می‌کنیم. ما از آن و آن از ماست. بیماران و دانشجویان من می‌پرسند که من از چه هنگام برای نخستین بار میدان انرژی اطراف انسان‌ها را به چشم دیدم. اولین بار چه وقت متوجه شدم که این قابلیت می‌تواند به ابزاری سودمند مبدل گردد و قابلیت ادراک هر چیز ورای محدوده طبیعی حواس بشری چه احساسی دارد. آیا من صاحب استعداد خاصی هستم یا این توانایی قابل آموختن و یادگیری است؟ اگر چنین است، آنان برای گسترش حواس خود باید چه کاری انجام دهند و این کار در زندگی آنان به چه قیمتی تمام می شود؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها باید از ابتدا شروع کنم. کودکی من دوران معمولی و ساده‌ای بود. من در مزرعه‌ای در ویسکانسین بزرگ شدم و از آنجایی که همبازی‌های زیادی نداشتم اوقات بسیاری را به تنهایی می‌گذراندم. ساعتها در جنگل با خود خلوت می‌کردم در حالی که کاملاً بی حرکت و در انتظار حیوانات کوچک بودم تا به سویم بیایند. در واقع وحدت و هماهنگی کامل با محیط را تمرین می‌کردم. مدت زیادی نگذشته بود که به ادراک مفهوم و اهمیت آن اوقات سکوت و انتظار نائل شدم. در آن لحظات خلوت در جنگل به وضعیتی گسترده در آگاهی وارد می شدم که طی آن قادر بودم هر چیزی را ورای محدوده تجربیات بشری درک کنم. بیاد دارم که قادر بودم موقعیت هر جانداری را بدون نگاه کردن به اطرافم تشخیص دهم. می توانستم جای آنها را حس کنم. وقتی راهپیمایی با چشم بسته را در جنگل تمرین می کردم مدتی قبل از اینکه دستم به درختی برخورد کند آن را احساس می کردم. دریافتم که درختان از آنچه می نمایند بزرگترند. درختان در اطراف خود میدانهایی از انرژی دارند و من آن میدانها را حس می کردم.
بعدها دیدن میدان انرژی درختان و حیوانات کوچک را آموختم. کشف کردم که هر چیزی پیرامون خود دارای حوزه انرژی است و این حوزه تا حدودی به نور شمع شباهت دارد. به علاوه دریافتم که همه چیز به واسطه این حوزه‌های انرژی به هم متصل هستند و هیچ فضای خالی از آن نیست. همه چیز من جمله خود من در دریایی از انرژی زندگی می‌کردیم. این از نظر من کشف هیجان انگیز بود، اما آن را به سان تجربه‌ای صرف می‌نگریستم و از نظر من به اندازه‌ای طبیعی بود که بلوط خوردن سنجابی روی شاخه درخت. هرگز این تجربیات را به صورت یک تئوری در مورد چگونگی جهان به فرمول در نیاوردم، بلکه تمام آن را همچون اصلی کاملا طبیعی پذیرفتم و گمان کردم همه آن را می‌دانند. بنابراین آن را به فراموشی سپردم. وقتی به سنین نوجوانی رسیدم، رفتن به جنگل را متوقف کردم، اینکه به طرز کار هر چیز و ماهیت اشیا علاقه‌مند شده بودم. برای درک چگونگی جهان و یافتن نظم موجود در آن هر چیزی را مورد پرسش قرار می‌دادم. به کالج رفتم و در رشته فیزیک جوی فوق لیسانس گرفتم. سپس در بخش تحقیقات ناسا به مدت چند سال کار کردم. بعدها تحت تعلیم قرار گرفتم و مشاور شدم. چند سالی از کارم در سمت مشاور می‌گذشت که رنگ‌هایی را دور سر افراد تشخیص دادم و این مرا به یاد تجربیات کودکیم در جنگل انداخت. آنگاه بود که دریافتم آن تجربیات مقدمه حس برتر یا روشنبینی بودند. تجربیات لذت بخش و اسرارآمیز دوران کودکی در نهایت مرا به سوی تشخیص و شفای بیماری‌های صعب العلاج هدایت کرد. وقتی به گذشته می‌اندیشم، الگویی در توسعه قابلیت‌هایم می‌بینم که از هنگام تولد آغاز شد. گویی زندگی من به وسیله دستی نامرئی که گام به گام در هر تجربه مرا هدایت می‌کرد جهت یافت. این روند شباهت زیادی به مدرسه رفتن دارد، مدرسه‌ای که ما آن را زندگی می‌نامیم. تجربه جنگل به گسترش محدوده حواس من کمک نمود. آموزش‌های دانشگاهی در پرورش منطق ذهنی من تأثیرگذار بودند. آموزش‌های مشاوره‌ای پس از دوران دانشگاه چشم و دل مرا به روی بشریت گشودند و نهایتاً آموزش‌های معنوی که بعداً در مورد آنها خواهم گفت، تجربیات غیرمعمول را در چشمم معتبر ساختند. تا جایی که آنها را به عنوان واقعیت پذیرفتم، سپس برای ادراک این تجربیات قالب‌هایی را طراحی کردم. به تدریج حس برتر و حوزه انرژی انسان اجزای مکمل زندگی من گشتند. قویاً معتقدم که اینها می‌توانند بخشی از زندگی هر فردی باشند. برای توسعه حس برتر لازم است که فرد به وضعیت گسترده آگاهی قدم گذارد. برای این کار روش‌های بسیاری وجود دارد. مدیتیشن یکی از طرقی است که به سرعت در حال گسترش است. مدیتیشن را می‌توان به صور مختلف انجام داد. یافتن طریقی که با روحیه شما سازگاری دارد بسیار مهم است. در فصل‌های بعدی چند نوع مدیتیشن را پیشنهاد خواهم کرد که می‌توانید یکی از آنها را انتخاب کنید. همچنین دریافتم که می‌توان این کار را با دویدن، راهپیمایی، ماهیگیری، نشستن روی ماسه‌های ساحلی و تماشای امواج یا نشستن در جنگل آنگونه که من در کودکی انجام می‌دادم انجام داد. روش معمول شما چیست؟ می‌توانید آن را مدیتیشن یا خیال پردازی بخوانید. مهمترین کار در اینجا این است که به خود گوش بسپارید. ذهن پرسرصدای خود را خاموش کنید. ذهنی که دائما در حال صحبت کردن است. چگونه میبایست در فلان بحث پیروز میشدید؟ چه کار باید میکردید؟ مشکلتان چیست؟ و وقتی که این وراجی همیشگی خاموش شود، جهان تازه‌ای از واقعیات هماهنگ با یکدیگر به رویتان گشوده می‌گردد. همان واقعی که در جنگل برای من رخ داد. در این حال در این میان فردیت شما نه تنها گم نمی‌شود، بلکه تقویت می‌گردد. تجربه آگاهی بست یافته را می‌توان با اصطلاح یکی شدن با محیط وصف کرد. به طور مثال دوباره شمع و شعله آن را در نظر بگیرید. ما معمولاً خود را به عنوان جسمی موم و فتیله
صاحب آگاهی شعله میشناسیم. وقتی به حوزه آگاهی گسترده وارد میشویم، علاوه بر اینها خود را به عنوان نور شعله نیز میشناسیم. نور از کجا شروع می شود و شعله در کجا تمام می گردد؟ ظاهراً بین این دو مرزی وجود دارد، اما وقتی به دقت نگاه می کنید این مرز کجاست؟ شعله کاملا در نور ادغام شده است. آیا نور اتاق که منبع دیگری به جز شمع دارد، این منبع همان دریای انرژی است، در شعله ادغام می شود؟ پاسخ مثبت است. نور اتاق از کجا شروع و نور شمع در کجا تمام می گردد؟ از دیدگاه علم فیزیک نور شمع مرزی ندارد، بلکه تا ابدیت گسترده است. پس نهایت ما در کجاست؟ بر اساس تجربه حس برتر که منتج از آگاهی گسترش یافته است، مرزی وجود ندارد. هرچه آگاهیم را گسترش می دهم، حس برترم گسترش می یابد و به همان نسبت قادر به درک واقعیتی می گردم که قبلا هم وجود داشت، اما از محدوده ادراک من خارج بوده است. در حالی که حس برترم انبساط می یابد، واقعیات بیشتری در منظورم یا منظرم قرار می گیرد. در ابتدا صرفاً قادر به دیدن حوزه‌های پستر انرژی در اطراف اشیا بودم که در حدود 2 سانتیمتر بالاتر از پوست بدن قرار دارد. وقتی کارآزموده تر شدم، دیدم که حوزه مذکور بسیار فراتر از محدوده قبلی گسترده است، ولی مشخصاً از جنسی لطیفتر یا نوری رقیق‌تر. هرگاه گمان می‌کردم مرزی را یافتم، چندی بعد ورای آن را نیز تشخیص می‌دادم. مرز کجاست؟ در نتیجه بهتر است بگویم تنها چیزی که وجود دارد لایه‌های مختلف است. لایه‌های مختلف شعله و پس از آن لایه‌های نور شمع و پس از آن نور اتاق. تشخیص هر لایه از قبلی دشوارتر است. تشخیص هر لایه بیرونی مستلزم آگاهی وسیع‌تر و حس برتر هماهنگ‌تری است. با گسترش آگاهی نور ضعیف قبلی روشن‌تر و واضح‌تر می‌گردد، در حالی که در طی سال‌ها به تدریج حس برتر خود را توسعه می‌دادم. شروع به گردآوری مشاهداتم نمودم. بیشتر این مشاهدات در طی 15 سالی که سمت مشاوره داشتم رخ دادند. از آنجا که رشته اصلی من فیزیک بود، وقتی شروع به رؤیت پدیده انرژی در اطراف افراد نمودم تا حدودی دچار شک و تردید شدم. اما وقتی علیرغم بستن چشمانم یا برگرداندن رویم به سوی دیگر باز هم این پدیده حضور داشت، تصمیم گرفتم آن را دقیق‌تر بررسی کنم و اینگونه سفر شخصی من آغاز شد و مرا به عوالمی برد که قبلا از وجودشان مطلع نبودم. این امر به طور کلی بینش مرا نسبت به واقعیت، مردم، کیهان و رابطه من با آن تغییر داد. دریافتم که حوزه انرژی با تندرستی انسان ارتباطی تنگاتنگ دارد. یعنی اگر فردی بیمار باشد، جریان مغشوشی از انرژی یا توده‌ای راکت به رنگ تیره در حال نمودار می‌گردد. بالعکس انسان سالم دارای رنگ‌های درخشانی است که به راحتی در حوزه‌ای متعادل جاری هستند. نوع این رنگ‌ها و قالب‌ها در هر بیماری منحصر به فرد است. حس برتر برای مشاوره پزشکی و روانکاوی فوق‌العاده ارزشمند است. با استفاده از حس برتر، من در تشخیص مشکلات جسمی و روانی و یافتن راه حل این مشکلات مهارت یافتم. به وسیله حس برتر، مکانیزم بیماری‌های سایکوسومات، بیماری‌هایی که بر اساس فشار روانی تشخیص می‌شوند، درست در برابر دیدگانتان قرار می‌گیرند. حس برتر روشن می‌کند که چگونه بیشتر بیماری‌ها در حوزه انرژی آغاز می‌شوند و با گذشت زمان و از طریق عاداتی که به جسم راه می‌یابند به بیماری خطرناکی مبدل می‌گردند. بسیاری از اوقات سرچشمه یا علت اولیه این روند با ضربه روانی یا فیزیکی در ارتباط است و یا ترکیبی است از هر دوی اینها. از آنجا که حس برتر روشن کننده ریشه بیماری هاست، روش معکوس کردن روند بیماری را نیز مشخص می سازد. با یادگیری روش مشاهده حاله آموختم که چگونه مانند هر چیزی که به چشم می آید به طور آگاهانه بر روی آن تأثیر بگذارم. می توانستم برای تأثیرگذاری بر حاله بیمار حاله خود را
تحت کنترل درآورم. به زودی آموختم که برای برقراری مجدد سلامتی بازگرداندن تعادل به حال ضروری است. به علاوه در این هنگام از منبع غیبی اطلاعاتی را در مورد علت اولیه بیماری ارباب رجوعم دریافت می‌کردم. به نظر می‌رسید این اطلاعات از منبع هوشمندی مافوق خود و یا آنچه که غالباً به عنوان خود تصور می‌کردم سرچشمه می‌گیرد. دریافت اطلاعات به این طریق را عموماً با نام مجراگری می‌شناسند. اطلاعات هدایت شده در این مجرا به صورت کلمات، مفاهیم یا تصاویر نمادین جاری می‌شدند و هنگام تعادل بخشیدن به حاله بیمار به ذهنم راه می‌یافتند. وقتی در حال انجام دادن این کار بودم، همیشه در وضعیت هوشیار آگاهی قرار داشتم و به تدریج در دریافت اطلاعات به موازات استفاده از حس برتر مهارت یافتم. هر آنچه را که به صورت تصویری نمادین در ذهن مفهوم یا پیام مستقیم شفاهی دریافت می‌کردم، با آنچه که در حاله می‌دیدم ارتباط می‌دادم. مثلا در یک مورد مستقیما این پیام را شنیدم: این زن سرطان دارد، و در این حال لکه سیاهی را در حالش دیدم. لکه سیاه از نظر اندازه، شکل و موقعیت با عکسی که بعداً از محل غده گرفته شد مطابقت داشت. این تلفیق دریافت اطلاعات با حس برتر بسیار مؤثر واقع شد و در هر مورد که شرایط بیمار را توصیف می‌کنم تشخیصم دقت بسیار زیادی را دارست. در این حال اطلاعاتی را در مورد اینکه خود بیمار در خلال روند معالجه چه اعمالی را باید انجام دهد دریافت می‌کنم. معمولاً به دنبال این روند یک رشته جلسات درمانی برقرار می‌گردد که بسته به شدت بیماری چندین هفته یا ماه طول می‌کشد. برنامه معالجه شامل بازگرداندن تعادل به حوزه انرژی، تغییر عادات و مقابله با علت شوک اولیه است. برخورد ریشه‌ای با بیماری ضروری است. باید از خود بپرسیم این بیماری برای من چه مفهومی دارد؟ از این بیماری چه درسی میتوان آموخت؟ بیماری را میتوان به سادگی همانند پیامی از جانب بدن فرض کرد که میگوید دقت کن، اشکالی وجود دارد. تو به تمامیت خویشتن خویش گوش نمی‌سپاری. تو مطلبی را که اهمیت بسیاری دارد نادیده میگیری. آن چیست؟ سرچشمه بیماری را باید بدین طریق جست، چه در سطح روانی یا عاطفی، چه در سطح ادراکی یا به طور تصادفی، که در این صورت خودآگاهانه نیست. بازگشت سلامتی به جای خوردن قرص‌های تجویزی پزشک بیشتر مستلزم تلاش شخصی و تحول فردی است. بدون تحول فردی دفعتاً مشکل دیگری را خلق می‌کنید که شما را به سوی منشأ بیماری باز می‌گرداند. به عقیده من کلید شفای بیماری یافتن منشأ آن است. معمولاً مقابله با بیماری مستلزم تحول در زندگی است که این تحول نهایتاً به ارتباط بیشتر فرد با هسته وجودیش منجر می‌گردد. این ارتباط ما را به عمق وجودمان هدایت می‌نماید که گاهی خویش برتر یا بارقه الوهیت درون خوانده می‌شود. و فصل دوم که دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو براتون بخونم. حتما بهتون پیشنهاد میکنم که این کتاب رو تهیه کنید که بسیار کاربردی هستش و در آگاهی و شفای وجود شما بسیار به شما کمک میکنه. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.